موقعیت در اختیار نصر و یه برخورد. داور سنگاپوری چی میگیره؟ پنالتی. ضربه چه خواهد شد؟ عبدالرزاق حمدالله چیپ میزنه و گلش میکنه. واکنش پرسپولیس ایران چه خواهد بود؟ ادامه بازی فرصت در اختیار پرسپولیس هست. یه سانترالی روی محبته، این ضربه و گل برای پرسپولیس ایران. بشار رسن از راه رسید و با یک سانتر دقیق رو سر مهدی عبدی این بوم 1-1 مساوی. کاخ آرزوهاشون فرو ریخت مهدی عبدی. جانشین عالی برای ایصال کسی. عبدالرزاق حمدالله میزنه به تیر دروازه. این با هم آقایون یه موقعیت گل خوب بزنید بچه‌ها. نه پشت محوطه جریمه، حالا ضربه‌شو میزنه اونجا. خطرناک. یحیی پهلوان کارت زرد دوم و احسان پهلوان به این راحتی با قرمز روبرو میشه. نه توپو میفرستن در برگشت این شلیک لک بگیر. حامد عالی از اسمت مدد بگیر. حسین کنانی و گل. اینم شادی بعد از گل. جونم در دروازه است. عبدالله مادو گل. 1-1. نعمت پرسپولیس سیامک میزنه بوم 2-1. اما باز هم به توپ نرسید. مارتینز گل 2-2. همون حامد همیشگی باشی. میلاد گل 3-2. این بار خلاف جهت. عبدالرحمن احمد گل 3-3. حامد نرفت سمت تو. درونی پنالتی خواهد زد. شجاع گل. چه چند مردی. دژ مازرونی کوه غیرت. فدا بابوشم. مایکون و 8 گل ایرانی میگیره. اشمایکل ایرانی میگیره. گفت صندوق بدون کلید میگیره. کن به سرزمینم ایران. یا رب الحمدلله رب العالمین. گل علی شجاعی. سلام فینال آسیا. درود فراوان.